دوستا این یک نفر دیگر ما گیر کردیم که از شارای دور علف بار میکنن. سلام اکا جان، خوب هستی؟ جان جور بخیر صحتمند. کجا آمدی؟ مرکبات نروه از غاسمان آمدی؟ تناسی؟ این سه تخر علف بار کرده یا؟ تنها خودت سی؟ چند ساله باشی؟ 11 ساله ها؟ شاباس هست. کجا میبری اینا را؟ یخچه. چند بجه از یخچه خرار گرفتی و سر علف رفتی؟ 2 بجه شو خستی خرار گرفتی و رفتی به تنهایی. همین 400 راه تنهایی رفتی ها؟ از کجا بار کردی اینا را؟ کجا؟ سبایی؟ در غرسبان ولسوالی شهدا ها؟ آفرین بچه جان، نترسید ای 2 بجه تو خیلی تنهایی 400 راه در راه پر خطر منزل بکنی ها؟ مخ شده. آفرین شاباس. سال یخچه میری؟ بخیر باشه خیس سلامت بخیر باشه خداحافظ. دوستای عزیز ببینین که تیفلاکا تقریبا 11 ساله هست. 2 بجه شب میخیزه. 2 بجه شب میخیزه قرار آماده میکنه 3 تا 4 تا مرکب میره و 400 را منزل میکنه. باز میرسه در اونجا پس 3 مرکب بار میکنه باز 400 دیگه منزل میکنه. چقدر این مردم از امکانات حتی اندکی موتر باشه اینا انتقال بتنه رو پشانه اینا محروم هستن و این سرکار هم هیچ دولتی نداره گذشته نداره حال مدادی از اینا نرسیده. اینا هم مردم یخچه و بیشتر کار کردن با امکاناتی دست داشته شون مرکب و سو 1 ماه 2 ماه اینا علف کشی دارن به شکل. یعنی جوان 11 ساله است. یعنی مرکباش هم رفت خودش هم یک آب در چشمن و شیجام کرد باز دادن مرکباش رفت.